سلام، من ماهانم و به یه ویدیو دیگه از بازی ددسل خوش اومدید. از اونجایی که تو قسمت آخر پارت قبل مردیم، بازی برگشت از اول. بازی منطقه خیلی جالبی داره. هر بار بمیری کلن میاد از اول. خیلی مهم نیست کجا باشی. پس خیلی سخت نگیرید تو بازی، بالاخره میگذره، مثل زندگیه. و تو بازی هم همینجوری خیلی رندوم میتونید سرگاه جالبی پیدا کنید. خیلی خب، این اول گیمی هم که تیر کمون رو قرار میدونم. میتونید شیلد رو بردارید. خیلی پیشنهاد نمی کنم، حداقل این شیلدو. حالا شیلدهای دیگه ممکنه قابلیت جالبی داشته باشه. هرچی تو بلاسفانوس بد بازی کردم و این دیگه بلند خیلی بازی خیلی نیست، نمیخواد خیلی خودم فشار بیتن باشه. بعدش همینه که هر بار میمیری کلا میادن. میتونیم خیلی خوب ادامه بدیم و تو بازی سعی کنید خیلی خوب بگردید. یعنی انقدر بگردید انقدر دیگه مپ پول کنید. خیلی پولم به کارتون نمیاد مگر برای خرید. ولش کن، اینم برای لول آپ. نگاه کنید یه چیز جالب، 70 50 65 مقدار هیلیه که میده. همیشه اونی که هیل بیشتری میده رو بردارید. خیلی به نوشتهای دیگه توجه نکنید. 70% هیل میده برداشت. دفعه بعد اونی که 65% میداد و بردارید. این نمیخواد خیلی به چیزا شرط کنید. اون پولا رو هم بردارید. بعد راجع به آموزش، شما اگه دقت کنید این بخش اینونتوری ما 4 تا جا داریم. 2 تاش برای سلاحه، 2 تا دیگهش برای تله. حالا تله چیه؟ ما میتونیم اونجا جلوتر بهتون راجعش میگم اگه پیدا کنیم. این درا رو هم من میشکنم کرم دارم، ولی سلاح خیلی خوبی پشتشه. حالا اونی که اومده بکلم این چی؟ یعنی من هر وان شاتم 170 جونم اصلا نیست. وان شاتم هر کی بزنتم درجا میمیرم. حالا اون دهه برای چیه؟ باید 10 تا کاراکتر رو برای اینکه نفرینم برداشته بشه بکشم. چقدر این بخید بعد آره به صورت کلی اینو خیلی باید حواستون باشه. این شیلد دارا بدم میاد. این یخه خیلی بهتر از تیر کمونه، استان میکنه، دمیج خوبی هم داره. مراقبم باشید نمیرید، بازی برمیگره از اول. اون از اون، این از این، استان بکشید. خودکه سلاح خیلی خوبیه ولی کنده و سلاح هایی که الان پیدا میکنید نسبتاً خیلی ضعیفن. لول 1 میتونید جلوتر سلاح های خیلی بهتری پیدا کنید. خب متری هم برداشته شد. این هم گوشت برای هیله. ولی خب شما یه ابیلیتی باز میکنید، آیتم هایی که به دردتون نمیخوره رو اگه هولد کنید روش پولش رو بهتون میده. الان این 65% هیل میداد، اینو برداشتم. این بالا هیچی نیست، فاصله اینا میشه رفت جایی که تلپورت میکنن. تلپورتیشن. یه کلید برای در منطقه جنگل. لباس هم نمیدونم اسم کاملشون رو چجوری بگم، من بهشون میگم منطقه جنگل. اینا رو ببینید، اونوردشون بپرید، دوباره بپرید، بپرید 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 بپرید. با کلید در رو باز میکنیم. خب در رو کنید. تقریبا هر منطقه، حالا تقریبا دارم میگم همشون نه، میتونید توشون 2 تا در، 3 تا در، چه بسا 4 تا در پیدا کنید برای راه خروج. پس خوب بگردید ببینید اول چه منطقه‌ای میخواید برید و دومین مورد همین که خوب بگردید همه لول اپ پایین مپ رو بردارید، چون با لول پایین جمع نکنید برید یهو باس فایت رو ببینید. در بعدی هم مثلا اینجا پیدا کردیم. بعد هر چیزی هم میبینید دو زمین. او شمشیر این شمشیر خیلی خوب. لولش چیه حالا اونش مهم نیست. شمشیر خیلی خوبه، حتما استفاده کنید. اینا مینی بازهای خیلی ریزن، اصلا سخت نیستن. همون انمی عادیان حتی دمیج بیشتری هم ندارن، فقط جونشون بیشتره. مرد انقدر هم لوت میدن. به به.
این حلقه میتونید ازش به عنوان آیتم های جانبی استفاده کنید. به درد نمیخورد، یعنی خیلی هاشون به درد بخورن، این به درد نمیخورد. همیشه بخونید چی میدن. این هیل منو ور میداشون لول آف هیلم که 75% بوده، برای همین به دردم نمیخوره. انداختمش همون مال خودم رو برداشتم. و دیگه چی بگم، راجع اون دوتا بخش صحبت کنیم. میگم تله ترپ میتونید بهش اسپشیال آیتم نمیگن، ولی راحت تر استفاده کردنش. آیتم های خاصتون. حالا کارشون چیه؟ اوه اول اینو بگم. همیشه توی مپ ها دنبال اینا، مپ اول بازی اینجا که شروع میشه، دنبال اینجور جاها بگردید. سلاح های فکر کنم 7 مدل از اینا بود. سلاح های خیلی خوبی توشونه و این یکی یه شمشیر و تفنگ میده که فوق العاده است. جای پوک برداریم، فوق العاده است. این یکی رو خیلی دوست دارم بین همه سلاحش. در بعدی هم پیدا شد. حالا این مسیر همیشه یه دونه درون راپله پایین داره. حالا بریم اون دوتا ترپ هایی میام توضیح بدم. اون دوتا انواع مختلفی داره، ولی چیزایی که شما در حال حاضر تو این لول گیم واقعا مناسبه که بردارید. یکیش حالت تلس، همین تلایی که توی تام و جری هم زیاد بود، یهو حالت دندونی داره میگیره، باعث میشه یه استانی به طرف برسه و برای باس فایت خیلی خوبه. مثلا یکم نگهش میداره چند تا ضربه میزنی. یکی دیگه هم که خیلی خوبه، حداقل برای باس فایت اول خیلی خوبه، یه دونه هستش میندازی زمین، شروع به تیر زدن میکنه، همینجوری رگباری تیر میزنه و تا وقتی که باسه اونو دمیج نده، نشونه، اون از بین نمیره. اینجا هم میتونید این بمب یخیه یه دونه از اون ترپاست که گفتم، اینو برمیداریم و این منجمد میکنه طرفو. چیز خوبیه، بد نیست. و حالا لول اپ، این کالکتوره. اگه داستان بازی رو ندیدید خیلی اسپویلی نمی کنم، شمشیر رو باز میکنیم، ولی اگه ندیدید کالکتور یه آدم خیلی عوضیه. من بعد از اونا دیگه چیز خاصی ندارم. من هیلم رو لول اپ میکنم. من الان 2 بار میتونم در طول بازی هیل کنم. اگه اونو بگیرم میشه 3 تا. جای این شمشیر رو من و اونم چیزه، وایسید برگردیم برش داریم. یه دونه دیگه ایناست، خیلی به درد بخور نیست ولی بدم نیست، قابل استفاده است، میتونید استفاده کنید. من بدم نمیاد ازش. اینجا من معمولا اولی همین دندون خوناشا میگیرم. چرا؟ بعد از گذشتن هر انمی یه مقداری بهتون هیل میده که تو مپ‌های طولانی خیلی به درد بخوره. حالا مپ‌های کوتاه ممکنه خیلی سودی بهتون نرسونه. میریم واسه مپ بعدی. حالا مثلا فکر کنی یه مپو کامل اومدیم دوباره بمیریم. ای خدا چه بازی از این قارچا بدم میاد. این بچه قارچا وقتی سپر میگیرن هیچ جور نمیشه کشیشون، ولی این سلاحی که دستمه فرق داره. خیلی تفنگش قویه، شمشیرش خیلی به درد نمیخوره، دمیج پایینی داره، ولی از کمبوش باید استفاده کنی واسه گرفتن، واسه اون شلیک تفنگش. از اینا نه. لول اپ الان اینو 50% میداد. وای دل و تفنگ دیگه دیر برده. واقعا استفاده از تفنگ ولی خیلی حال میده. دمیج خیلی اپوت دمیجش بیشتره در حال اینا نه دمیج زیادی دارن نه جون زیادی، ولی هر ضربه‌ای که میزنن اینجوری شوتر میزنن عقب دیگه و خیلی رو میخوره. این پرنده ها هم نه جون دارن نه دمیج، فقط پرندن دیگه، زدنشون سخت میشه. وای نصیبه دیگه یکی دوتا آره یکی نگاه خب بچه باید بجنگی. ای خدا ببینیم به کجا میرسیم. خیلی مپ بزرگی نیست این یکی واسه گردش، فقط همینجوری باید راه بری تا یه در خروجی پیدا کنی. به دابل همینجوری میمیری. آی اینا
تبانی کردم. این موجود سبزا همه جا هستن، همه جا. مثلا میری جلوتر دیگه، نه اون تیر کمون داره ای که جلوتر قبلتر دیدیم و میبینید، نه اون موجود بنفشایی که توپ مینداختن. بعد میرید توی لول اپ، هیچ کسی بهتون ضربه نمیزنه، نمیخواد بترسید. ما اینجا این قرمزه رو برمیداریم برای اتک. خیلی نه خیلی کنده شمشیر بزرگه دیگه. و میبینید تأثیری هم نداره هر چقدر بزنیم روی وقتی که قارچ کوچیک میره توالت دفاعی، ولی تفنگ برعکس این قضیه است. حالا ما بریم بالا، فعلا حوصله نداریم. باید پایین بریم، نمیشه. میریم نه ای خدا خب اینم نه. بریم سراغ این بلشو. نمیخوام ای خب بلشو. نمیخوام نخواستم. اینا رو باید اول بکشم. یکی دیگه میگم اینم میگم. نمیدونم چیکار میکنه ولی هستم میگم بکنم باید بگیرم خودش. برمیگردیم بریم. باید برم بالا. این درم میشه رفت تو بره بستش. تو نمیکشم، نسلی کشی کردم، تو نمیکشم در عبرتی برای آینده من. خودشون حسش نیست. بریم با بودش در میره. اینجا هم تموم شد. این به دفعه در بزش همه رو بدیم واسه هیل، چیزی نداریم که. خب بریم. من این دفعه اینجا از هر لاینی، یعنی از سبز، بنفش، قرمز، فقط یه دونه رو میتونید بگیرید. این دفعه کمبو رو میگید، یعنی من با کانال سبز سرشم این سکیل میشه. خب امیدوارم دیدن این ویدیو لذت برده باشید. این مپ رو میذاریم واسه پارت بعد. خداحافظ.